مسابقه پرت و پلاگویی تو نظام ولایت شرکت کننده جدیدی داره که اسمش پاسدار علی فدوی، جانشین سرتشتک کل سپاهه. این پاسدار مشنگ اخیراً گفته خب حتما شنیدید توی این 1-2 سال گذشته عرصه کوانتوم رو خیلی ازش صحبت. قریب 1000 سال پیش دانشمندان مسلمان راجع به علم صحبت کردن. وقتی که ما از این پشتوانه علمی برخوردار هستیم، حتما سرمنشأ در علم کوانتوم الان هستیم، ولی خود نمیشه اینا اعلام کنیم. چی شد؟ آخوندا سرمنشأ علم کوانتوم هم هستن؟ بابا تا دیروز که سرمنشأ علم پزشکی بودن. تا کرونا اومد روغن بنفشه رو گذاشتن رو میز دنیا و گفتن بفرمایید اینم دواش. بعدم نوبت کرونایاب مستعان شد. راستی وقتی سرمنشأ مستعان در قابلمه باشه، سرمنشأ علم کوانتوم چی میتونه باشه؟ یه عکس از امام کفنپاره است که میتونه به این سوالمون جواب بده. اینم تصویری از آزمایشگاه علم کوانتوم. حالا گذشته از این حرفا یکی نیست به آخونده بگه آهای سرمنشأ علم کوانتوم برق ما رو کی وصل می‌کنی؟ آهای سرمنشأ علم کوانتوم کارت ملی ما رو نمیخوای بدی؟ آهای سرمنشأ علم کوانتوم فاضلاب تهران رو کی حل می‌کنی؟